بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. با شما عزیزان هستیم در قسمت دیگری از برنامه حجت بی حجت و مهمان همیشگی برنامه حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان که دارن کتاب کافی رو ورق میزنن، کتابی که در برنامه هایی که گذشت شما دیدید که در کتاب حجت این کتاب هیچ حجتی بر امام بودن بدون قید و شرط و منصوص ائمه اهل بیت علیهم السلام که ادعا میکنن وجود نداشت و آنچه که در این کتاب و دیگر کتب شیعه اومده دروغ ها، خزعبلات و مزخرفاتی است که واقعا خیلیش خنده داره. و آنچه که در این برنامه ثابت شد، شما دیدید که چیزی به اسم علم حدیث ندارن، حدیث صحیح در این مذهب وجود نداره، راویان اینها ملعون و مطرود و کافر و زندیق بودن. ائمه اهل بیت علیهم السلام طبق روایاتی که صحیح و با سند قوی از کتاب‌ها اینا نشون دادیم، اکثر اینها رو لعن کردن، نفرین کردن. اینا انسان‌های بیدینی بودن که فقط می‌خواستن اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو بدنام بکنن تا بدین وسیله ضربه بزنن به دین مبین اسلام. جناب حضرت مولانا، کلا کتاب کافی این هفته رنگی شده. خوش آمدید. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. من گونه که شما اشاره، من قبل از هر چیزی خدمت شما و بینندگان عزیز سلام عرض می کنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و بینندگان عزیز و ارجمند، الحمدلله در مدتی که این برنامه رو ما اجرا می کردیم با خفایا و زوایای کتاب اصول کافی و خصوصا کتاب حجت و میزان مصداقیت و صحت این کتاب قطعا آشنایی رو پیدا کردن. و من بعد از این که در این چند سال من کتاب اصول کافی رو به خصوص همراه با فروع که مطالعه کرده بودم، بارها این مطلب رو عرض کردم که برای بیدار شدن شیعه کافی هست که اصول کافی رو بخونند. من مطمئن هستم که هر شیعه‌ای که اهل علم باشد، با تدبر و تعقل کتاب اصول کافی، مهمترین کتاب شیعه را مطالعه بکند، از تشیع برمی دارد. برای هدایت شدن یک شیعه یا برای از بین بردن مذهب شیعه، برای اثبات بطلان مذهب شیعه، فقط کافی است که ما کتاب اصول کافی و فروعش را مطالعه بکنیم. و همچنین این کافی هست برای نابودی اسلام. اگر قرار باشد که شیعه یا مسلمانان یا هر کسی دیگر مبنای دینشون، مهمترین کتاب دینیشون کتاب اصول و فروع کافی باشد، مطمئن باشید که از اسلام، از توحید، نبوت، حتی امامت و جایگاه ائمه بزرگوار هیچ چیزی در واقع باقی نمیماند. به اضافه فروعش، حتی فروع فقهی و مسائلی که وجود دارند، تمام در واقع از بین می روند و چیزی به عنوان اسلامی که رسول الله صلی الله علیه و سلم آورده باقی نخواهد ماند. ما نمونه کوچکی رو از این کتاب کافی به صورت کلی در کتاب الحجت اینو آوردیم، معرفی کردیم که مهمترین کتاب هست و مهمترین بخش کتاب اصول کافی هست و مهمترین عقیده شیعه هست، بحث امامت. دیدیم که در این کتاب حجت هیچ گونه حجت و برهانی برای اثبات امامت یا حجت بودن ائمه 12گانه شیعه با قرائتی که شیعه از امامت دارند در این کتاب متاسفانه وجود ندارد. و در مدت این چند سالی که این برنامه رو ما اجرا کردیم تا حالا هیچ کدام از این برنامه رو، یعنی به صورت مفصل که کل موضوعی هر یکی از این حلقه های برنامه رو پاسخ داده باشند، چون چیزی ما تا حالا سراغ نداریم. این تمامی ابواب اشاره و نص رو ما بررسی کردیم، ابواب ولادت و تاریخ مولد ائمه رو ما بررسی کردیم، ابوابی رو که دلالت بر منسوسیت ائمه میکنند، اینکه ائمه از جانب الله متعال هستند، تمامی این روایات رو ما بررسی کردیم و تاکنون هیچ گونه پاسخی رو از جانب شیعه یا کسانی که مدعی دفاع از تشیع هستند تاکنون ما دریافت نکردیم. و من این قول رو به بینندگان عزیز خواهم داد که اگر یک مرتبه، یک وقت
وقتی شیعه بیاد مطالبی رو که بنده عرض کردم در این برنامه پاسخ بدن، من حاضر هستم که هر وقتی باشد دوباره در پاسخ اون مطالب بیام اینجا برنامه بگذارم. اگر اشتباه کرده بودم معذرت بخواهم و اگر حرف من درست بوده دوباره از حرف خودم در واقع دفاع بکنم و مطمئن هستم که جوابی نیست. و خوشبختانه روشی که بنده داشتم در طرح این مسائل در طول این 2.5 سال که برنامه حجت بی حجت رو ما اجرا می کردیم، حتی من بیاد ندارم که در یک مورد هم من از کتاب‌های اهل سنت علیه شیعه استدلال کرده باشم. مطلقاً من در اینجا کتابی از کتاب اهل سنت و الجماعت رو که به این عنوان که مستند من باشد در رد شیعه، من چنین کاری رو انجام ندادم و تمام مسائل و موضوعاتی رو که در اینجا مطرح شده بود انحصاراً از کتاب اصول کافی یا بقیه موارد هم از نویسندگان شیعه در اینجا در واقع مطرح بوده که در این مدت ما الحمدلله تونستیم کتاب حجت را به صورت کامل، یعنی یه مقدارش هنوز باقی مونده، منتها به صورت کامل ابواب نص و اشاره را به صورت کامل و دلایل امامت ائمه اثنا عشر را به صورت کامل ما بررسی کردیم. هم از نظر سندی و هم از نظر متنی دیدیم که در حدی نیست که بشود با اینها در واقع یک عقیده را و اونم یک اصل از اصول دین یا اصول مذهب را با این چنین روایات ثابت کرد. جزاکم الله خیر. جناب استاد، ما قبلا یعنی میرفتیم رو باب کتاب حجت و روایت ها رو بررسی میکنیم. من با تعجب دیدم که امروز موقعی که وارد استودیو شدید این کتاب کافی همینطور رنگ‌آمیزی شده با تیک کاغذهای رنگی. سر اینو اگر که بیان بفرمایید. از خدمت شما، چون که ما یعنی روایات ابوابی رو که تعیین شده بود ما به صورت مفصل رفتیم و در هفته گذشته تعداد کل روایات صحیح در کتاب حجت رو بررسی کردیم و همچنین ابوابی رو که هیچ گونه روایت صحیحی نداشتند و به اضافه این بسیاری از این سندهایی رو که بنده عرض کردم در هفته گذشته، اینها رو در ابوابی که قبلا مورد بررسی قرار گرفته بود این سندها رو و این راویان رو در واقع ما به صورت مفصل بررسی کردیم و امروز هم آخرین برنامه حجت هست که انشالله بعد از این با این موضوع در خدمت بینندگان نخواهیم بود. یک موضوع دیگر رو انشالله برنامه دیگری رو آغاز خواهیم کرد و تصمیم گرفتیم که در آخرین برنامه حجت بی حجت این یک در واقع گلچینی باشد از روایات اصول کافی به صورت کلی، هم اصولش و هم در واقع فروعش که بسیار از این مسائل بیان شده قبلا و بسیاری دیگر بیان نشده و خیلی مسائل دیگر هم هست که در واقع شاید فرصت نشود که ما اونها رو مطرح بکنیم، اما به عنوان یک مشتی و نمونه از خروار و خدمت بینندگان عزیز انشالله در این برنامه من نمایش میدم و امیدوار هستم، من دعوت میدهم علمای شیعه را و طلاب شیعه را و باسوادهای شیعه را که حتما بروند کتاب اصول کافی رو با تعقل و تدبر مطالعه بکنند. همچنین که من تقاضا میکنم از برادران اهل سنت و علما و طلاب اهل سنت و الجماعت که برای آشنایی بیشتر با مذهب شیعه و آشنایی با این که مذهب شیعه هیچ گونه اصل و بنیادی رو ندارد حتما بروند و کتاب اصول کافی رو مطالعه بکنند و بررسی بکنند. جزاکم الله خیر. بله بینندگان عزیز گرامی، این برنامه آخرین برنامه حجت بی حجت است. قبلا من دوست داشتم اینو در آخر برنامه بگم چون خیلی از دوستان میرم ناراحت میشن از اینکه این برنامه آخرین برنامه باشه. گاهی اگر که این برنامه به صورت ضبط شده میرفتیم تکرار ایمیل میفرستادن بعضی از عزیزان، خاصا برادران و خواهران شیعی که دوست دارن از حقیقت مذهبشون بیشتر اطلاع پیدا بکنن که چرا این هفته برنامه نداشتید. منتها ما در این 2.5 سال ثابت کردیم که عقیده امامت و حجیت ائمه اهل بیت و منصوص بودن امامت اونها از طرف آسمان یک ادعای بدون دلیل، بدون سند، بدون مدرک و کتاب حجت از مزخرفترین ابواب کتاب کافی است و همونطوری که شاهد بودید در طول برنامه‌ای که در این 2.5 سال گذشت هیچ عالم شیعی جرأت نکرد که از این خرافات و خزعبلاتی که در این کتاب اومده و از دروغ‌های کلینی دفاع بکنه. منتها یک مژدگانی هم، یک بشارت هم به شما عزیزان بدم که ان شاء الله بعد از عید سعید قربان، بعد از ایام حج ان شاء الله برنامه زیبا و جالب دیگری ان شاء الله تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد که در این برنامه کلاً باطل بودن و تو خالی بودن
مذهب ساخته و پرداخته عبدالله ابن سبع یهودی رو انشالله ثابت خواهیم کرد به شیوه بسیار زیبا و جالب و جذاب و دیدنی. انشالله از اول محرم به اذن الله تعالی شاهد برنامه جدید در این ساعت خواهید بود. میان برنامه میگیریم و دوباره در خدمت حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان و آخرین قسمت از برنامه حجت بی حجت خواهیم بود. با ما همراه باشید. لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. ماشاءالله. الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان علی عبد الله. الله اکبر، الله اکبر. حياتي أضاءت وقلبي سما طريقي تجلى ونورك كامل. با سلام دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی. جناب حضرت استاد، این بینندگان و اینم کتاب کافی که ببینیم چی نشون میدید امشب از این کتاب؟ روایتی رو که انتخاب کردم روایتی هست که احیانا قبلا مطرح شده خدمت بینندگان عزیز و با اینکه من تمام جلدهای کتاب اصول کافی رو با خودم آوردم و همشون به این صورت در واقع رنگی هست و علامت گذاری کردم، 10 مورد هست و اما بیشتر تمرکزمون روی خود کتاب اصول کافی جلد اول و بیشتر همون کتاب الحجه و بحث حجت کتاب اصول کافی هست و این تصویر رنگامیزی کتاب رنگامیزی تمام این مواردی که هست و از تمام جلدهاش تقریبا این گونه کتاب موارد خیلی زیادی هست، یعنی روایات بسیار زیادی هست که واقعا جای تأمل داره برای هر شیعه آزاده‌ای و برای هر انسان عاقلی جای تأمل دارد که در این کتاب در واقع تأمل بکند. من بیشتر روی کتاب حجت انشاءالله روایاتی رو و نمونه‌های بسیار مختصری رو نمایش خواهم داد که تا اینکه یک نوع تلنگری باشه، شاید نقطه بیداری و تحولی باشه برای کسانی که دنبال حقیقت هستند. این بحث رو شروع می‌کنیم با یکی از روایاتی که در مورد صدقه دادن سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در هنگام نماز هست.
ما میدونیم که یکی از قوی ترین دلایلی که شیعه در واقع برای اثبات امامت سیدنا علی رضی الله تعالی عنه ادعا میکنند آیه الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، که میگویند که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در هنگام نماز و در وقتی که در حالت رکوع بود زکات دادند و این آیه مصداق بارزی هست برای سیدنا علی رضی الله تعالی عنه و یکی از دلایل قوی امامت سیدنا علی رضی الله تعالی عنه است. در کتاب اصول کافی جلد 1 صفحه 289 و باب ما نص الله عز وجل و رسوله علی الائمه علیهم السلام در اینجا اشاره کرده به همین روایت سوم هست از ابی عبدالله اینو نقل کردند و بعد از اینکه این آیه رو آورده الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، میگه و کان امیر المؤمنین علیه السلام فی صلاة الظهر، امیر المؤمنین در نماز ظهر بودند و قد صلی رکعتین، ایشون 2 رکعت نماز خونده بودند و هو راکع و علیه حلة قیمتها 1000 دینار، ایشون در حالت رکوع بودند 2 رکعت رو خونده بودند و یک حله پوشیده بودند، عبایشون پوشیده بودند که قیمتش 1000 دینار بود. عبای حضرت علی رضی الله تعالی عنه میگن که قیمتش 1000 دینار بوده و حضرت علی رضی الله تعالی عنه در هنگام نماز این رو صدقه دادند یا زکات دادند، چون که در آیه اومده که و یؤتون الزکات و هم راکعون، در حالت رکوع زکات میدهند. حالا گذشته از این که این روایت تضاد داره با اون چیزی که معمول هست، روایات دیگری که در این زمینه هست که آن چیزی که حضرت علی رضی الله تعالی عنه زکات داد، بالفرض که قبول بکنیم که زکات هست، انگشتری خودش رو زکات داده، حله رو و لباس رو زکات نداره، زیرا که نه نزد شیعه و نه نزد اهل سنت و الجماعت لباسی که انسان پوشیده زکات ندارد. و بالفرض اگر کسی طلا داشته باشد، نقره داشته باشد، پول نقد داشته باشد، به جای زکات طلا و نقره و پول نقد لباس به عنوان زکات بدهد، این پذیرفته نیست، زیرا که اساسا لباس زکاتی رو ندارد. به هر صورت چیزی هست که در این روایت اومده، عرض کردم تضاد دارد با روایتی که عموم شیعه اونو بیشتر یاد دارند که حضرت علی رضی الله تعالی عنه در نماز خودش انگشتری رو صدقه داد و زکات داد. اما این روایت با روایات متعددی در خود کتاب اصول کافی و کتاب حجت در واقع تضاد دارد. این روایت عرض کردم در جلد 1 صفحه 289 هست و در صفحه 409 جلد 1 و صفحه 409 و باب ان الارض كلها للامام علیه السلام، یک روایت دیگری رو در اینجا دارد، روایت 4 هست از ابو بصیر و ایشون از ابو عبدالله روایت کردند و در مورد این که آیا اساساً بر امام زکات واجب هست یا واجب نیست. ادعا میکنند چون که علی در حالت نماز زکات داد و الله تعالی فرمود انما ولیکم الله و رسوله، پس بنابراین علی می شود ولی و جانشین رسول الله صلی الله علیه و سلم. دلیلش چی است؟ دلیلش این است که علی رضی الله تعالی عنه در حالت نماز و در رکوع زکات داده. اما در این روایت میگوید که اصلا بر امام زکات واجب نیست، بر مال امام اصلا زکاتی واجب نیست. در این روایت هست که ابو بصیر میگوید که نبی عبدالله قال قلت له اما علی الامام زکاتون، سوال خودش اینه که آیا بر امام مگر زکات لازم نیست؟ امام نباید از مال خودش زکات بده؟ فقال احلت یا ابا محمد اما علمت ان الدنیا والآخرة للامام یضعها حیث یشاء و یدفعها الی من یشاء. یک امر محالی رو سوال کردی، سوال خیلی سنگین و سختی رو کردی. میگه مگر نمیدونی که دنیا همهش مال امام هست؟ اما علمت ان الدنیا والآخرة للامام یضعها حیث یشاء و یدفعها الی من یشاء. امام صاحب اختیار تمام دنیا هست، به هر کسی بدهد میتواند اون را در واقع بدهد. جائز له ذلك من الله، این اختیار از جانب الله متعال دارد. ان الامام یا ابا محمد لا یبیت لیلة ابدا ولله فی عنقی حق یسأله عنهم. امام حتی یک شبی رو نمیگذراند، لا یبیت لیلة ابدا، حتی یک شب را سپری نمی کند، ولله فی عنقه حق، که حق الله متعال برگردنش باشد که در روز قیامت اون رو سوال بکند. یعنی این که در این روایت امام جعفر صادق میگوید که امام حتی یک شب هم بر زکاتش نمیگذرد.
یعنی حقی برگردن امام نیست که از جانب الله متعال این حق برگردن امام باشد. یک شب هم نمیگذرد که امام در واقع این زکات رو باید پرداخت بکند اگر زکاتی لازم باشد، و چون که امام مال نزدش نمیماند پس بنابراین زکاتی بر ایشون لازم نمیشه. ما میدونیم که برای زکات نزد شیعه و نزد اهل سنت و الجماعت این دو تا شرط هست، این که به مقدار نصاب برسد، هر مالی زکات نداره، و شرط دومش این است که یک سال کامل بر آن بگذرد، حولان حول باشد. اگر یک سال کامل بر مال نگذرد زکات ندارد. در اینجا میگه که امام حتی پولش یا مالش یک شب هم نمیمونه که الله متعال اونو مؤاخذه بکنه که چرا این مال رو نزد خود در واقع نگه داشتید. پس حضرت علی رضی الله عنه از کجا زکات داد؟ اولا که لباس بود که داد، لباس دادن به عنوان زکات جایز نیست. دوما شما روایت خودتون هست که امام حتی یک شب مالی رو پیش خودش نگه نمیداره تا اینکه حقی بر اون واجب بشه، حق زکات بر اون واجب بشه. پس بنابراین این عبایی که به حضرت علی رضی الله تعالی عنه داده بود این در واقع مال زکات نیست و زکات هم حضرت علی رضی الله تعالی عنه در واقع نداده بود. غیر از این روایت دیگری باز هم هست در این کتاب در جلد 1 در صفحه 543 این کتاب هست و در اینجا صراحتا اومده و روایت چهارم این باب هست. میگه ولذالک لم یکن علی مال النبی صلی الله علیه و آله و الوالی زکات، که بر مال رسول الله صلی الله علیه و سلم و والی بگیم یا ولی بگیم یعنی جانشین رسول الله صلی الله علیه و سلم زکاتی نیست. اساساً زکات بر رسول الله صلی الله علیه و سلم اونگونه که در این روایت اومده زکات بر ایشون در واجب نیست و مالشون به اندازه نمیمونه که در واقع زکات بدن. این همه سر و صدا کردند که بله حضرت علی رضی الله تعالی عنه در نماز زکات داده و مصداق این آیه هست، پس بنابراین خلیفه بلافاصله رسول الله صلی الله علیه و سلم علی هست. در صورتی که این روایت متناقض هست. در یک روایت اومده که انگشتری داده، در یک روایت اومده که روایت صحیح‌تر از این است که لباس داده، و در خود کتاب اصول کافی در چندین مورد اومده که اساساً بر امام زکات واجب نیست. پس اون چیزی که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه اگر داده بوده زکات نیست و چون که زکات نداده پس بنابراین مصداق اون آیه نیست و این دلیل بر امامت سیدنا علی رضی الله تعالی عنه نخواهد بود. جزاکم الله خیر. به خاطر همین بینندگان عزیز گرامی اگر به یاد داشته باشید آقای قزوینی وقتی که این روایت و این مسائل مطرح شد از طرف جناب استاد و در برنامه اومد دروغی رو به امام قرطبی بست که ایشون صدقه دادن رو هم زکات محسوب میکردن. روایت رو جعل کرد به خاطر که از این سوال فرار بکنه. اونم که شما کاملا پاسخش رو دادید. مسئله دوم یک مسئله هست که در مورد بدا هست. باب البدا، بدا به معنی ظاهر شدن، یعنی یک چیزی رو الان شما نمیدونید بعداً برای شما واضح بشه. شما میگه برای من روشن شد که فلان کار رو انجام ندم. یعنی چه اشکال داره این؟ اشکالش این است که این متنافی هست با در واقع علم الله متعال. بدا رو در مورد الله سبحانه بله در مورد الله متعال که الله برای الله متعال واضح میشه که فلان کار رو نباید انجام بده. قبلا تصمیم داشته که فلان کار رو انجام بده، الان برایش واضح میشه که نه این ضررش خیلی بیشتر از نفعشه، پس بنابراین انجام نگیرد. خود بدا به معنی ظهور هست و در اینجا روایت متعددی هست در باب بدا که قال ما عبد الله بشیء مثل البدا، این از بدا و بالاتر ما هیچ گونه عبادتی رو نداریم. من بحثم در مورد بدا نیست که آیا بدا جایز هست جایز نیست، دلایل شیعه در این مورد چی هست، نمیخوام که دلایل رو در اینجا نقد بکنم. فقط در این مورد بدایی را که صورت گرفته، یعنی تغییر نظری را که صورت گرفته، اینو خدمت بینندگان عزیز من انشاءالله من اینو عرض خواهم کرد. و در موارد متعددی اومده که بدا در واقع چندین مورد هست. این اولین چیزی که بدا ثابت شده در مورد انبیاء الهی هست که انبیاء الهی در واقع این عبادت بزرگ رو انجام دادن. به طور مثال در همین کتاب توحید هست باب البدا، روایتی رو ما در اینجا داریم که تمام پیامبران الهی بدا یعنی قائل به بدا بودند. تمام پیامبران الهی قائل به بدا بودند. روایت 13 هست، دوستان نمایش بدن، از ابا عبدالله نقل شده قال ما تنبأ نبی قط حتی یغر لله بخمس خصال،
بالبدای هیچ پیامبری به پیامبری و نبوت نرسیده مگر اینکه 5 مورد رو باید اقرار بکنه. یعنی ایمان داشته باشه به 5 مورد. هر پیامبری یا هیچ پیامبری به نبوت نرسیده مگر این که باید معتقد به بدا باشه. این روایت 13 هست. روایت 14 علی ابن ابراهیم از پدرش از ریان ابن سلط قال سمعت الرضا از امام رضا هست یقول ما بعث الله نبیا قط الا بتحریم الخمر و ان یقر لله بالبدا. هر پیامبری رو که الله متعال مبعوث کرده بوده این 2 نقطه رو حتما در واقع داشته، این 2 تا حکم رو، یکی تحریم خمر و دومی این که ان یقر لله بالبدا که حتما باید اعتراف بکند به بدا. پس بنابراین در این روایت و روایت متعددی حتی در این باب اومده که هر پیامبری که آمده معتقد به بدا بوده. خب پیامبران الهی از آدم گرفته تا رسول الله صلی الله علیه وسلم بنابر این روایت تمامشون معتقد به بدا بودن. اما جالب این است که خود کلینی یک کتاب روایتی رو داره در کتاب در بخش دوم کتاب اصول کافی و جلد دومش هست که ترجمهش هست که دروغگو حافظه ندارد. دروغگو حافظه ندارد. روایتش این گونه هست که الله متعال یعنی دروغگویان رو با کمی حافظهشون مبتلا کرده و اونها رو رسوا میکنه. خب در اینجا چندین روایت آورده آقای کلینی که تمامی پیامبران معتقد به بدا بودند و ایمان به بدا رو داشتند. بعد میاد در همین جلد اول کتاب و در صفحه 447 روایت دیگری رو داره. روایت 23 هست در این باب علی ابن ابراهیم از پدرش. اون روایت هم روایت 15 از علی ابن ابراهیم از پدرشون رو نقل کرده بود. میگوید که ابی عبدالله، باز هم خود امام ابو عبدالله هست، قال ان عبدالمطلب اول من قال بالبدا. عبدالمطلب اولین کسی بود که معتقد به بدا شد. خب روایت قبلی شما میگه هر پیامبری که مبعوث شده معتقد به بدا بوده، اما در این روایت میگه که او عبدالمطلب ان عبدالمطلب اول من قال بالبدا، اولین کسی است که اعتقاد به بدا رو در واقع داشت. یبعث یوم القیامت امه وحده، که در روز قیامت به عنوان یک امت جداگانه در واقع مبعوث میشه. و جالب اینجا هست که اگر شیعه معتقد به این باشند که بدا اولین کسی که معتقد به آن بوده عبدالمطلب بوده، خب عبدالمطلب به اتفاق شیعه و سنی مسلمان نشده، قبل از اسلام در واقع از دنیا رفته. شیعه این عقیده خودش رو از عبدالمطلب گرفته و غیر از این که روایاتی، من فقط هدفم این بود که این تضادی که در این روایت اومده در واقع اینو خدمت بینندگان عزیز من دروغگو حافظه ندارد. و غیر از این بدا در مورد امامت هست. بدا در مورد امامت هست و مهمترین بدایی که صورت گرفته در تاریخ تشیع بدا در مورد امامت اسماعیل هست که امام جعفر صادق ابتدا فرزندش اسماعیل رو در واقع به عنوان نایب خودش امام بعد از خودش معرفی کرد، اما قبل از این که امام صادق در واقع امامت رو منتقل بکنن به اسماعیل قبل از ایشون از دنیا رفت و مجبور شدن که به جای اسماعیل امام موسی کاظم رو چکار کردن؟ به جای خودش گذاشتن. اما باز هم در این مورد اختلافات زیادی در اینجا وجود داره، باز هم تناقضات زیادی وجود داره. معنی این که حضرت امام جعفر صادق رحمت الله علیه ابتدا اسماعیل رو به عنوان نایب خودش معرفی کرده باشه. خب یعنی این که این حدیث 12 امامی این حدیث جعلی هست، وگرنه امام و لوح فاطمه لوح جابر که لوح در واقع دروغین هست. امامت ائمه 12 از جانب الله متعال قبلا معرفی نشده بود. اگر قبلا معرفی شده بود، قبلا در این لوح فاطمه باید به جای موسی کاظم اسم اسماعیل باشه، زیرا که امام جعفر صادق در ابتدا اسماعیل را فرزند خودش را به عنوان امام معرفی کرد که امام شیعیان اسماعیلی هست. اما روایاتی در این زمینه بازم وجود دارد که امام صادق در همون ابتدا میدونستند که امام بعد از خودشون موسی کاظم هست. امام بعد از خودشون موسی کاظم هست، اما ایشون اومدند اسماعیل رو به عنوان امام بعد از خودشون معرفی کردن. در این کتاب جلد 1 صفحه 310 روایت 11 اومده از ابی عبدالله و هو واقف قال دخلت، یعقوب سراج میگوید که دخلت علی ابی عبدالله، رفتم نزد امام ابو عبدالله و هو واقف علی رأس ابی الحسن، ایستاده بود بر سر ابو الحسن موسی کاظم، ابی الحسن موسی و هو فی المهد،
امام موسی کاظم کجا بود؟ در گهواره بود، یعنی بچه بودن، همون در زمان بچگی خودش. فجعل یصاره طویلا، با موسی کاظم صحبت میکرد امام ابو عبدالله. فجلست حتی فرغ، من نشستم تا اینکه کارشون تمام شد، یعنی بازی کردن، صحبت کردن با فرزند خودشون. فقمت الیه فقال لی ادن من مولاک فسلم، بیا نزدیک مولای خودت و سلام بده، یعنی به امام موسی کاظم که هنوز توی گهواره بود. فدنوت فسلمت علیه فرد علی السلام بلسان فصیح، رفتم نزدیک به امام موسی کاظم که در گهواره بود، بهشون سلام گفتم و در واقع ایشون هم با یک زبان فصیحی به من جواب گفتن. این روایت 11 هست و در روایت 15 در همین باب این اومده که میگوید که باز هم این از ابو عبدالله هست که صفوان جمال سألت ابو عبدالله عن صاحب هذا الامر فقال ان صاحب هذا الامر لا یلهو ولا یلعب، که ایشون صاحب این امر یعنی امام به هیچ عنوان بازی نمی کند، لهو و لعب نمی کند. و اقبل ابوالحسن موسی، امام ابوالحسن موسی، امام موسی کاظم اومد و هو صغیر، بچه بود، و معه اناق مکیه یقول لها اسجدی لربک، فاخذه ابو عبدالله و ضمه الیه و قال بابی و امی من لا یلهو ولا یلعب، یعنی تو نباید بازی بکنی. یعنی این که در همون کوچکی و زمانی که کودک بود میدونست که ایشون در واقع امام هستن، اما با وجود این اومده و بدا در واقع در امامت صورت گرفته. در جلد یکم در صفحه 327 روایت مشهوری هست که از ابی هاشم جعفری است که ما اینو مفصلا بررسی کردیم در اون زمان خودش و در برنامه‌ای که در این مورد داشتیم. در اینجا ابو هاشم جعفری میگه قال كنت ان ابي الحسن، من نزد امام ابو الحسن بودم، بعد ما مضى ابنه ابو جعفر، بعد از اینکه امام ابو جعفر فرزندشون فوت کرده بود که اون یک بدای دیگری در واقع بود که صورت گرفت. و اینی لو افکر فی نفسی اريد ان اقول، من با خودم فکر می‌کردم که این حرف رو بزنم که انی اعنی ابا جعفر و ابا محمد فی هذا الوقت، ابو جعفر و ابو محمد در این وقت که ابو الحسن موسی و اسماعیل ابن جعفر، این مانند ابو الحسن موسی هستند، موسی کاظم و برادرش اسماعیل ابن جعفر ابن محمد. و این قصتهما که قصه ما، داستان هر دو تا یکی هست. اذ کان ابو محمد المرجع بعد ابی جعفر، ابو محمد امید بود که امام بشه بعد از ابو جعفر. فاقبل علی ابو الحسن، امام ابو الحسن رو به من کرد، امام دهم، قبل ان انطق فقال نعم یا ابا هاشم، بله ابو هاشم این گونه هست. بدا لله فی ابی محمد بعد ابی جعفر ما لم یکن یعرف له کما بدا فی موسی بعد مضی اسماعیل، همان گونه که قبلا در مورد موسی بدا حاصل شده بود، الان هم بدا در واقع حاصل شد. خب اینا با هم دیگر در واقع در تناقض و تضاد هست. اگر امام جعفر صادق در ابتدا در زمان کودکی امام موسی کاظم میدونسته که ایشون امام بعد از خودشون هست، به چه دلیل اومدن اسماعیل فرزند خودش رو به امام معرفی کردن؟ این دو تا روایت با هم دیگر در دو جا تناقض داره، روایت بدا و تناقضات دیگری هم در این زمینه در واقع هست. من تا این دو تا نقطه رو من عرض کردم که در برخی روایت گفته بود که تمامی پیامبران معتقد به بدا بودند و در روایت میگوید که اولین کسی که قائل به بدا بود عبدالمطلب بود. در روایت متعددی آمده که در زمانی که موسی کاظم بچه بود، در گهواره بود، امام جعفر میدونستند که ایشون امام هستند، اما در روایت بعدی اومده که بدا در واقع حاصل شده. این روایت با هم دیگر در تناقض و تضاد هستند. و مطلب دیگری که در اینجا قابل تأمل هست و در مورد امیرالمؤمنین هست و متاسفانه شما همیشه این کلیپ آقای دکتر قزوینی رو، آیت الله قزوینی رو که 1000 تا 1100 اینو همیشه پخش کردید. این قضیه در مورد آخوندها که حسابشون و ریاضیاتشون خیلی قوی بوده، این برگرفته از خود ائمه‌شون هست. حتی کلینی و ائمه‌شون در واقع این اشکال بزرگ رو داشتن. من این اشکال ریشه در مذهب داره. ریشه در مذهب داره که من نمونه‌ای رو قبلا خدمت شما عرض کردم، اما امروز یک نمونه دیگری رو خدمت شما عرض می‌کنم. در اینجا یک روایتی رو در واقع آورده در باب مولد امیرالمؤمنین. دوستان نمایش بدن باب مولد امیرالمؤمنین صلوات الله علیه. میگوید که ولد امیرالمؤمنین علیه السلام بعد عام الفیل. امام علی رضی الله تعالی عنه بعد از عام الفیل به دنیا آمدن، 30 سال بعدش، 30 سال بعد از عام الفیل به دنیا آمدن. و قتل علیه السلام فی شهر رمضان لتسع بقین منه لیلة الاحد سنة 40 من الهجره، و در ماه رمضان 21 رمضان در سال 40 در واقع ایشون از دنیا رفتند و شهید شدند. و هو ابن 63 سنه، و هو ابن 63 سنه. سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در سن 63 سالگی وفات کردند.
در سن 63 سالگی. ما معتقد هستیم که ایشون در سن 63 سالگی وفات کردن. بقی بعد قبض النبی صلی الله علیه و سلم 30 سنه. بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم ایشون چقدر موندن؟ 30 سال. 30 سال قبل از عام الفیل به دنیا آمدند و 30 سال بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم از دنیا رفتند. خب این روایت کامل بکنند تا اینکه بینندگان متوجه بشند که اشکال این روایت در کجا هست. روایت اول این باب هست، باب مولد امیرالمومنین هست. روایتی رو آورده از عبدالله ابن مسکان از ابیه قال ابو عبدالله، از امام ابو عبدالله: ان فاطمه بنت اسد جاءت الى ابي طالب لتبشره بمولد النبي. فاطمه مادر حضرت علی رضی الله تعالی عنه، فاطمه بنت اسد اومد نزد ابو طالب و بیشون مژده داد که بله محمد به دنیا اومده، محمد ابن عبدالله رسول الله صلی الله علیه وسلم. فقال ابو طالب ایشان گفت که اصبری سبتا، یک سبت صبر کن. یک هفته؟ نه، این برخلاف اون سبت هست که میگم، خودش توضیح میده. ابشرو که بمثله الا النبوه، یک سبت صبر بکن و من به همون چیزی که محمد دارد تو رو بشارت میدم، یعنی منم تو رو مژده میدم، الا النبوه، به استثنایی که مقام نبوت رو نداره، در همون حد منتها نبوت رو نداره. یعنی اشاره میکنه به جایگاه امامت سیدنا علی رضی الله عنه. و قال السبت 30 سنه، سبت چند ساله؟ 30 سال. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم متولد شدن، ابو طالب گفتند که 30 سال صبر بکن، من به تو مژده میدم به فرزندی مثل محمد. تفاوتش اینه که محمد نبی میشه و فرزند تو نبی نیست. این روایت در خدمت شما باشه و به این روایت در واقع برمیگردیم. دوستان این چرتکه آتلا قزوینی رو بیارن اینجا. واقعا امروز نیاز داریم به این چرتکه. خب در روایت دیگری در جلد 1 در صفحه 503 این کتاب، جلد 1 صفحه 503 و روایت 5 هست، روایت 5. دوستان نمایش بدم در اینجا. این داستان، این روایت رو هم کاملا بررسی کردیم در جلسات قبل. روایتی هست که هارونی اومد و یک یهودی اومد پیش سیدنا علی رضی الله تعالی عنه و سوال کرد درشون و از حضرت علی رضی الله تعالی عنه و املای عمی موسی، فقال اخبرنی عن الواحدة اخبرنی عن وصی محمد کم یعیش. و سوال کرد که به من خبر بده که وصی محمد چند سال زنده میشه بعد از رسول الله. وصی محمد چند سال بعد از ایشون در دنیا زندگی میکنه. و هل یموت او یقتل، ایشون کشته میشه یا اینکه به مرگ طبیعی میمیرن. قال یا هارونی یعیش بعده 30 سنه. وصی پیامبر بعد از پیامبر 30 سال زنده میماند. لا یزید یوما ولا ینقص یوما، نه یک روز کم نه یک روز زیاد. 30 سال بعد از رسول الله زنده خواهد بود، منتها نه یک روز کم نه یک روز زیاد. دقیقاً 30 در واقع سال بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم متولد میشه. خب برمیگردیم اینجا. خب در اینجا گفت که وقتی که محمد صلی الله علیه و سلم متولد شد و فاطمه بنت اسد اومد و بشارت داد، ابو طالب چه گفت؟ گفت که 30 سال بعد صبر بکن، من به توی بشارت میدم بچه مانند خود محمد، به اینکه نبوت نداره. 30 سال صبر بکن. درست. خب 30 سال بعدش حضرت علی رضی الله تعالی عنه به دنیا آمد و بعد از این که رسول الله صلی الله علیه و سلم فوت کرد، بعدش رسول الله صلی الله علیه و سلم که از دنیا رفتن، علی چند سال بعدش زنده شد؟ 30 سال دیگه. خب 30 سال با 30 سال چند میشند؟ 60 سال. در اینجا چی میگه؟ میگه 63 سالش شده. معنیش همینه دیگه. من دوباره اینو تکرار میکنم. میگوید که ایشون بعد از عام الفیل 30 سال به دنیا آمدند. رسول الله در عام الفیل به دنیا آمدند. 30 سال بعدش علی به دنیا آمد. و بعد از این که رسول الله فوت کردن 30 سال دیگه علی زنده بود. میشه 60 سال. اما در اینجا در همین یک صفحه که آورده آقای کلینی و راویانی که داشتن در واقع اینو متوجه نشدن. و هو ابن 63 سنه. ایشون 60 یعنی خواستن به تعداد سالهایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم زنده بودن بچسبانند. بله. میخواستن، نه اصلش برای اینه که این روایت رو جعل کردن. این روایت رو جعل کردند، گفتند که 30 سال ابو طالب گفته بود 30 سال بعد من به تو مژده میدم که بچه‌ای به دنیا میاد و این 30 سال و با اون 30 سال در واقع جمع کردند. میخواستند که این روایات زیر سوال نرود. این 30 سال آقای کلینی آورده که 30 سال بعد از عام الفیل در واقع ایشون به دنیا آمدن. دلیلشون چی هست؟ دلیل این روایته.
دلیل این روایته و 30 سال بعد از وفات رسول الله هم زنده میمونن. دلیل کدوم هست؟ روایت هارونی هست. خب پس بنابراین این یک چیزی بود تو ذهنش بود، اما عملا حضرت علی رضی الله تعالی عنه 63 سال عمر کردن. این یادش رفته که اینو هم اینجا سانسور بکنه، بگه که این 63 سال در واقع ذکر نکنه. و هو ابن 63 سنه، ایشون 63 سال بودن. بقی بعد قبض النبی صلی الله علیه و سلم 30 سنه، 30 سال بعد از رسول الله به دنیا آمدند و 30 سال بعد رسول الله دقیقاً زنده موندن، نه یک روز کم و نه یک روز در واقع زیادتر. پس بنابراین عمرشون هم شد 63 سال. 30 سال و 30 سال میشه 60 سال. این 3 سالش یک دو روز اگر بود خب میشه یک کاریش کرد، اما 3 سال در واقع اشکال خیلی بزرگی هست. غیر از این اشکال دیگری هم داره. اشکال دیگری هم دارد. در روایت قبلی اومده بود که چیکار می شود؟ دوباره اینو نشون میده خدمت بینندگان عزیز. یا هارونی و یعیش و بعده 30 سنه، جانشین رسول الله بعد از ایشون 30 سال کامل زنده می شوند، زنده میمانند. لا یزید یوما ولا ینقص یوما، نه یک روز کم و نه یک روز در واقع اضافه، نه کم نه اضافه. اما رسول الله صلی الله علیه وسلم در چه تاریخی فوت کردند؟ خب اگر واقعا آقای کلینی این روایات رو داشت و دقیق بود، خب باید هیچ گونه اختلافی به وجود نمیاد. در اینجا خودش می آورد در مورد حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم: ثم قبض علیه السلام ل12 لیلة مضت من ربیع الاول. رسول الله صلی الله علیه وسلم 12 ربیع الاول از دنیا رفتند. 12 ربیع الاول از دنیا رفتند و یا روز دوشنبه بود و هو ابن 63 سنه. در روز چند شنبه؟ در 12 ماه ربیع الاول، در 12 ماه ربیع الاول و روز دوشنبه. خب 30 سال بعدش اگر حساب بکنیم چی می شود؟ 30 سال بعدش رسول الله صلی الله علیه وسلم در سال چندم از دنیا رفتن؟ 11 هجری. 30 سال بعدش می شود سال 41 هجری. سال 41 هجری دقیقاً چه تاریخی؟ 12 ربیع الاول. اگر دقیقاً یک روزی نه کم باشه نه زیاد، باید حضرت علی رضی الله تعالی عنه در سال 41 هجری در 12 ربیع الاول بعد از دنیا میرفت. آقای کلینی چی میگه در اینجا؟ میگوید که و قتل فی شهر رمضان، در ماه ربیع الاول نبوده، در رمضان بوده. لتسع بقین منه لیلة الاحد سنة 40، در سال 40 بوده. یعنی این روایت در واقع در اینجا هم زیر سوال میره. حداقلش در اینجا 6 ماه فاصله هست. از رمضان تا ربیع الاول 6 ماه در واقع فاصله هست و این یکی دیگر از تناقضات و تضادهایی است که در واقع در اینجا و در این باب ذکر شده. مورد دیگری که در اینجا ذکر شده در مورد بحث خمس هست. ما میدونیم که خمس یکی از مواردی هست که شیعه به آن معتقد هست و یکی از ویژگی های مذهب شیعه هست. در کتاب اصول کافی جلد 1 صفحه 538 یک روایتی در اینجا هست و که امام ابو عبدالله وقتی که خمس میگرفت، این خمس میگرفت که من فقط از شما خمس رو به این خاطر میگیرم که شما پاک بشید. درست. علت این که اهل سنت رو میگن که حرام زاده هستند به خاطر این که مال امام رو خوردند و حرام زاده هستند. اما اهل شیعه چون که خمس میدند پس بنابراین حرام زاده نیستند. الان ببینید روایت چی میگه. روایت محمد ابن یحیی هست از احمد ابن محمد، از ابن فضال، از ابن بکیر قال سمعت ابا عبدالله یقول، امام ابو عبدالله میفرمودند که انی لآخذ من احدکم الدرهم، من از شما درهم میگیرم، درهم و دینار از شما میگیرم. اشاره میکنه به بحث خمس که در واقع از مردم در ادعا میکنند که میگرفته. و انی لمن اکثر اهل المدینه مالا، من که نیاز به پول شما ندارم، از همه شما من بیشتر پول دارم. یک چیزی که میگن که ائمه، اون روایت قبلی خاطرتون هست که گفته بود امام حتی یک شب نمیگذاره که مالش در واقع باقی بمونه. اینجا امام جعفر صادق میگه من از همه اهل مدینه مال بیشتری دارم. خب یعنی چی؟ در یک جا میگه امام حتی یک شب نمیگذاره بر مالش، اینو باید صدقه بده در راه الله متعال. در اینجا میگه من از تمام اهل مدینه مال بیشتری رو دارم. اما نقطه من در اینجا نیست، نقطه بعد از این هست. مالا ما اريد بذلك الا ان تطهروا، من اگر خمس از شما قبول میکنم به خاطر اینکه شما پاک بشید، حرام زاده نباشید.
برای اینکه حلال زاده باشید ولادتتون پاک باشه، من به خاطر خمس رو در واقع از شما میگیرم تا اینکه شما پاک بشید. خب در این روایت اومده که من از شما خمس میگیرم تا اینکه مثل اهل سنت و مثل عامیه که خمس نمیدن مثل اون حرامزاده نباشید. روایت بعدی در همین باب هست و روایت 16 هست. روایت 16 علی ابن ابراهیم است، از پدرش از ابن محبوب هست. این روایت میکنه بازم از امام ابو عبدالله. امام ابو عبدالله در اونجا میگفت که من از شما درهم میگیرم، نیازی ندارم، از همه اهل مدینه من پولدارترم، اما به خاطر اینکه شما حلال زاده باشید من این پول رو از شما قبول میکنم، وگرنه قبول نمیکردم. در اینجا میگه که قال ابو عبدالله من عین دخل علی الناس الزنا، این زنا در میان مردم از کجا اومده؟ این سنیا زنا زاده شدن به خاطر چی؟ قلت لا ادری، سوال میکنه این زرس کناسی، میگه که من نمیدونم. جلت فدا قال من قبل خمسنا اهل البیت، از جانب خمس ما، چون که به ما خمس نمیدن زنا به وجود آمده و زنا زاده و حرام زاده شدن. الا شیعتنا الاطیبین، به استثناء شیعیان پاکیزه ما، شیعیان ما حلال زاده هستند، بقیه مردم حرام زاده و زنا زاده هستند به استثناء شیعیان ما. چرا؟ فانه محلل لهم لمیلادهم، شیعه ها معاف شدند از خمس به خاطر اینکه میلادشون پاک باشه. محلل علیهم. در اونجا میگفت که من از شما خمس میگیرم تا اینکه شما حلال زاده باشید. در اینجا میگه که اهل سنت خمس نمیدهند، حرام زاده اند، اما خمس بر شیعیان من حلال شده، یعنی ما از شیعه خمس نمیگیریم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه حلال زاده باشند. روایت بعدی بازم روایت 20 در اینجا هست، میگه که قد طیبت خمسی، قد طیبت خمسی یا رب خمسی وقد طیبنا ذلك لشیعتنا لتطیب ولادتهم ولتزکو ولادتهم، ما این را بخشیدیم به شیعه خودمون. وقد طیبنا ذلك لشیعتنا، خمس را ما به شیعان خودمون بخشیدیم. به چه دلیل و به خاطر چی؟ لتطیب ولادتهم، تا اینکه ولادتشون پاک باشه، حلال زاده باشند، مثل سنی ها در واقع حرام زاده نباشند. خب یک جای خود امام جعفر صادق میگه که من از شما خمس میگیرم تا اینکه حرام زاده نشید. یک جای دیگر میگه که من خمس نمیگیرم برای اینکه شما حلال زاده در واقع بشید، مثل اهل سنت حرام زاده در واقع نباشید. واقعا عجیبه. یعنی این تناقضاتی که جناب حضرت استاد بیان کردن از کتاب کافی نشان دهنده این است که اینها یک مشت انسان‌های مکار و حیله‌گر مثل قزوینی دروغگو بودن که فقط اومدن با نوشتن این کتابا و جعل کردن این روایات خواستن مردم رو فریب بدن و دین و دنیای مسلمانان رو خراب بکنن، که همونطوری که میبینید امروز فرقه به نام شیعه به وجود آوردن که همه چیزشون، دینشون، مذهبشون، عباداتشون، اعتقاداتشون در تضاد با قرآن کریم و با سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و کلاً در تضاد با عموم مسلمانان و جماعت مسلمانان است. میان برنامه میبینیم و بعد از اون انشاءالله دوباره خدمت شما عزیزان خواهیم بود با ادامه بحث‌های جالب کتاب کافی. آیت الله چرتکه از 700 تا 800 855 خب عیبی نداره. از 1000 تا 1100 از 1000 تا 1100 عجب سوالی. از 1000 تا 1100 1330 باریکلا باریکلا، چه پاسخ ظریف و کاملی. از 1000 تا 1100 یه لحظه میشه یه بار دیگه سوالتون بگین؟ سوالتون چی بود؟ از 1000 تا 1100 1000 تا 1100 1000 تا 1100 1000 تا 1111 سال وفات علامه متین مجلسی. عجب جواب موشکافانه ای. عرض کنم که حالا از 1000 تا 1100 هم یه عدد بفرمایید. راهنمایی کنین یه مقدار بیشتر. میشه سوالتون رو بشکافین؟ حالا 1000 مثلا 1000 و کم پایین تر 40 و خورد 50 1555
چه مسلطی به اعدادا. من خوشم اومد. سن شما به نظرم به 50 رسیده و سن که رسید به 50 فشار میاد به چند جا. به مغزش فشار اومده. ایشون الان قبلا از این حرفا زده بود. چرتکه وسیله‌ای قدیمی است که برای انجام محاسبات به کار می رود. حدود 2300 الی 2700 سال قبل از میلاد مسیح اولین چرتکه توسط سومری ها مورد استفاده قرار گرفته است. در طول امپراتوری هخامنشی در حدود 600 سال قبل از میلاد مسیح ایرانیان اولین بار شروع به استفاده از چرتکه کردند. در دوره و زمانه ما نیز با وجود پیشرفت علم و تکنولوژی همچنان نمونه‌هایی از چرتکه خودنمایی می‌کنند. بله بینندگان عزیز گرامی، با شما عزیزان هستیم و برنامه حجت بی حجت و خرافات، خزعبلات و تناقضات کتاب کافی که صحیح‌ترین کتاب شیعیان اثناعشری بعد از قرآن کریم محسوب میشه و سالها زحمت کشید آقای کلینی. در زمان امام زمانم بوده که میگن از طریق نواب امام با امام ارتباط داشته و میگن که این کتاب وقتی که نوشته ایشون و امام زمان مرور کردن امضایی هم زدن پای این کتاب خرافات و فرمودن که الکافی کافین لشیعتنا. حالا ببینیم که چه دستگلایی به آب داده این آقای کلینی در کتاب کافی. جناب حضرت مولانا در خدمت شما است. در مورد دیگر گرچه موارد خیلی زیاد هست اما من باید مختصر بکنم این موارد رو. در جلد 1 صفحه 464 در مورد حسن و حسین رضی الله تعالی عنهما در باب مولد حسین ابن علی علیه السلام یک روایتی رو در اینجا آورده و روایت دوم هست. نبی عبدالله قال کان بین الحسن والحسین طهر و کان بینهما فی المیلاد 6 اشهر و 10 که در میان حسن و حسین فقط یک طهر بوده، یعنی یک پاکی فقط در میانشون بوده. بعد از این یک پاکی دوباره حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها باردار شدن به حسین. یک پاکی در واقع بیشتر نبوده، یک طهر در میانش بوده، اما در واقع بعد از این حسین در شکم مادر در واقع حضرت فاطمه زهرا بیشون باردار شدن. خب در این هر کسی میفهمه وقتی که طهر هست یعنی یک حیضی هست، بعد از این حیض یک طهری هست. خب این روایت مشخصه و این روایت هم صحیحه. این روایت هم صحیح است. در جلد 5 صفحه 362 کتاب مرآت این گفته که این روایت صحیح است. اما در باب مولد فاطمه زهرا روایت دیگری داریم که اینم صحیحه. دو تا روایت صحیح با هم دیگر در تضاد هست. محمد ابن یحیی اینو روایت کرده و نهایتا از ابی الحسن اینو نقل کردن قال ان فاطمه علیها السلام صدیقه شهیده و ان بنات الانبیاء لا یطمثن.
فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها صدیقه شهیده هست و دختران انبیا به هیچ صورت عادت ماهیانه ندارند. خب در اونجا شما گفتید که یک طهر در میانشون فاصله بوده، یعنی این که عادت ماهیانه دارند. اما در اینجا گفتند که نه، اصلا از بیخوبان دختران پیامبران عادت ماهیانه نمی شوند و متاسفانه هر دو تا روایت هم صحیح است. این تناقض دیگر که در همین باب اومده و در روایت سوم هست و در همین صفحه هست در مورد ارث هست که بعد از این که حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها فوت کردند، روایت سوم هست و حضرت علی رضی الله تعالی عنه ایشونو بردن دفنش کردن و در آخر رو کردن به قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم و مطالب زیادی رو در اینجا گفتند و در اینجا این مطلب رو فرمودند که سلام مودع لا قال ولا سائم فإن انصرف فلا عن ملالة الى آخرین توضیح میده و در اینجا میگه که و تهزم حقها و تمنع ارثها، که دختر تو بعد از شما در واقع حقشون گرفته شد، حقشون ضایع شد، حق کشی شد و تمنع ارثها، ارثشون در واقع منع شد، این ارث از ایشون غصب کردن، ارثشون در واقع ندادن. خب این روایت در اینجا اومده و در جای دیگر در باب صفت علم اونجا آورده روایات متعددی رو که انبیا به صورت کلی ارث نگذاشتند، رسول الله صلی الله علیه و سلم ارثی رو در واقع به جا نگذاشته. در باب صفت علم جلد 1 صفحه 32 هست و روایت دوم هست محمد ابن یحیی و نهایتا از ابی عبدالله این روایت رو نقل کرده که ان العلماء ورثة الانبیاء و ذلك ان الانبیاء لم یورثوا درهما ولا دینارا، انبیا درهم و دیناری رو به ارث نگذاشتن و انما اورثوا احادیث من احادیثهم و صرفا روایاتی رو ایشون به ارث گذاشتن. فمن اخذ بشیء منها فقد اخذ حظا وافرا، هر کسی که رو بگیرد یک حظ وافر، یک بهره بسیار بزرگی رو در واقع گرفته. در این روایت و روایت دیگری که به این معنی اومده که انبیا به هیچ عنوان ارثی رو به جا نگذاشتن. در روایت اول گفته بود که بله ارث حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها رو اومدن و غصبش کردن. بله. در مورد دیگر برای بحث امامت در برخی از روایت اومده که امامت آخرین حکمی بوده که از جانب الله متعال نازل شده. امامت آخرین حکم الله متعال بوده که در واقع نازل شده و در این زمینه روایات متعددی هست. این روایتی قبلا خدمت بینندگان من نمایش دادم، جلد 1 صفحه 289 روایت 4 هست، میگه که و کانت الولایت آخر الفرائض، ولایت یعنی امامت سیدنا علی رضی الله تعالی عنه آخرین فریضه بوده، آخرین فریضه‌ای بوده که الله متعال اینو در واقع نازل کرده. اما جالب هست که در روایت دیگر باز اومده که آخرین آیه‌ای که نازل شده در مورد بحث خمس بوده. در اینجا میگه آخرین حکمی که نازل شده بحث در واقع ولایت بوده و در صفحه بعدش دوباره اینو تکرار میکند ثم نزلت الولایه، آیه ولایت نازل شد و انما اتاه ذلك فی یوم الجمعه، در روز جمعه، در عرفه، انزل الله عز وجل اليوم اکملت لكم دینکم. در اونجا وقتی که ولایت حضرت علی رضی الله تعالی عنه و امامتشون در واقع نازل شد، حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم بلند شدند و همون بحث من کنت مولاک در غدیر خم دوباره اینو معرفی کردن و این آیه نازل شد اليوم اکملت لكم دینکم، دین شما در واقع کامل شده. اما در روایتی میگه که نه، آیه خمس بعد از این دوباره نازل شده که اینو من خدمت بینندگان هم نمایش بدم. در اینجا میگوید که روایت سوم هست در جلد 1 صفحه 269 و در چندین مورد اینو ذکر کرده و در آخر میگه که این آیه نازل شد و من كنت مولا فعلی مولاه و اليوم قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى ثم نزل علیه آیه الخمس. بعد از این آیه خمس چیکار شده؟ نازل شده. فقالوا یرید ان یعطیهم اموالنا و فعنا، الان میخواد که مالهای ما رو هم بده به در واقع پسرعموی خودش، در صورتی که آیه خمس بعد از جریان غزوه بدر در واقع نازل شده. خب در اینجا اومده بود در این روایت که امامت آخرین حکمی بوده که از جانب الله متعال نازل شده. خب شیعه
یکی از دلایلش برای اثبات امامت حدیث دار هست، یوم الانذار هست که در اونجا رسول الله صلی الله علیه و سلم اعلام کردن هر کسی که به من ایمان بیاورد بعد از من میشود جانشین من. و حضرت علی رضی الله عنه تا 3 مرتبه بلند شد و دستش بلند کرد که من میخوام که ایمان بیارم و جانشین تو باشم و اونجا اعلام کرد که تو بعد از من وصی و جانشین من هستی. و غیر از این روایات دیگری هم در این زمین اومده که در آیات مکی ولایت حضرت علی رضی الله تعالی عنه نازل شده. در اون آیه اومده که آخرین حکم الهی این بوده و بعد از اون الیوم اکملت لکم دینکم در واقع نازل شده. در جلد 1 در صفحه 422 روایتی هست فی قول الله تعالی سأل سائل بعذاب واقع للکافرین بولایت علی لیس له دافع ثم قال هكذا والله نزل بها جبرئیل علی محمد. این آیه این گونه بر جبرئیل اینو بر محمد نازل کرده که للکافرین بولایت علی، یعنی این ولایت علی جزء آیه بوده و این سوره مکی هست، یعنی این که در مکه در واقع ولایت و جانشینی حضرت علی رضی الله تعالی عنه بیان شده. در صورتی که روایت بعدی میگه که نه، آخرین فریضه که از جانب الله متعال نازل شده بحث امامت بوده. این کذاب دروغگو یعنی اونجا خواسته اهمیت خمس نشون بده، فراموش کرده بوده که اونجا در مورد امامت همین حرف رو زده. حرفی رو زده بله درو. و نمونه‌های دیگری در اینجا من یادداشت کردم، اما فکر می‌کنم که از کتاب جلد اول کافی باشه، چون که وقتم کم داریم. من خدمت بینندگان حتی بریم سراغ فروع و جلد دوم کافی رو من در اینجا آوردم، منتها از فروع کافی مطالبی هست که خدمت بینندگان ان شاءالله نمایش خواهم داد. فروع کافی ما میدونیم که کتاب کافی از 2 بخش یا بگیم که 3 بخش هست: اصول کافی، فروع کافی و قسمت آخرش که همون روزه کافی هست. در اینجا یک روایتی رو آورده درباره حضرت داوود علیه السلام که این روایت نظر منو به خودش جلب کرد. این مقدار روایت جالبی بود، گفتم اینو من خدمت بینندگان عزیز هم نمایش بدم. در کتاب اصول کافی هست، جلد 4 کتاب اصول کافی، و در این چاپی که در اینجا هست روایات با شمارش مسلسلی رو دارن. باب 455 کتاب کافی هست به صورت کلی. باب حجج الانبیاء که حجج الانبیاء در مورد حج هایی که پیامبران انجام دادن در واقع آورده. روایت آخری هست در اینجا، گرچه روایت دیگری هم که در اینجا هست جالب هست. به طور مثال در روایت اول میگه که سفینه نوح مأمور بود اومد 7 مرتبه دوربر خانه کعبه طواف کرد و حیث غرقت الارض ثم اتت منا، رفت به منا در ایام تشریق در اونجا. ثم رجعت السفینه، دوباره برگشت اومد به مسجد الحرام و کانت مأمور بود. و طاف بالبیت طواف النساء، حتی کشتی هم رفت طواف النساء رو انجام داد که زنا براش حلال بشن. و در این زمین روایت دیگری اومده. اما روایتی که در مورد حج داوود هست این در واقع روایت جالبی هست. ابو علی اشعری رو نقل کرده از حسن ابن علی کوفی و نهایتا از ابن مسکان ان رواه عن ابی عبدالله این رو روایت کردن که وقتی که داوود علیه السلام اومد و حج کرد، لما وقف الموقف بعرفه، وقتی که عرفه رفت، نظر الی الناس و کثرتهم، دید که مردم خیلی جمع شده و در اینجا اومدن. فصعد الجبل، رفت بالای جبل رحمت اونگونه که گفته میشه. فاقبل یدعو، و شروع کرد به دعا کردن. فلما قضى نسکه اتاه جبرئیل، بعد از اینکه حجش تمام شد و رفت بالای کوه دعا کرد، جبرئیل پیش اومد و بهش گفت که ای داوود، الله متعال به تو میگه یقول لك ربك لما صعدت الجبل، چرا رفتی بالای کوه دعا بکنی؟ همون پایین که مردم ایستاده بودن چرا اونجا دعا نکردی؟ ظننت انه يخفى علی صوت من صوت، فکر میکنی که کسی که با صدای بلند دعا بکنه من صداش رو نمیشنم، هم صداش برای من مخفی میمونه. ثم مضى به الى البحر، این نقطه که من میخوام بیام اینه که از جانب الله متعال جبرئیل مأمور شد که برو اینو تنبیهش بکن داوودو، چرا رفتی بالای کوه دعا بکنی؟ فکر کردی که پایین کوه من صداش رو نمیشنم، اومدی بالای کوه صدا بزنی. ثم مضى به الى البحر الى جده، رفت ایشونو دست داوودو گرفت بردش کجا؟ جده، کنار دریا. فرسب به فی الماء، غرقش کرد تو آب، دستشو گرفت و رفتن زیر آب. مسیرت 40 صباحا فی البر، 40 شبانه روز اینا همینجوری فرو میرفتن در دریا. فاذا صخرتون، زیر دریا. بعد این 40 روز که رفتن، مسیرت 40 صباحا فی البر، یعنی 40 روز شما در روی خشکی راه برید چقدر مسافت طی میکنی؟ همین اندازه جبرئیل حضرت داوود علیه السلام را در دریای سرخ در جده زیر آب برد.
40 روز رفتند. فاذا صخرتون، اون پایین دیدند که یک سنگی هست. ففلقها، جبریل اون سنگ رو شکافت. فاذا فیها دودتون، داخل اون سنگ یک کرمی بود. فقال له یا داود، بهش گفت ای داود، یقول لك ربک، خدای تو به تو میگه که انا اسمع صوت هذه فی بطن هذه، من صدای این کرم را در وسط این سنگ در زیر این دریا میشنوم. اون وقت تو رفتی بالای کوه که من پایین کوه صدا تو رو نمیشنوم. الان سوالش اینجا هست که در اینجا اون کسی که این روایت رو جعل کرده فکر کرده که این دریا عمقش نمیدونم چه اندازه هست. الان عمق دریایی که الان مسیرت 40 صباحا، 40 صبح یا 40 روز رو اگر انسان راه بره چقدر مسیری رو میره. من الان که حضرت جبرئیل چه صورتی رو داشته، خودشون از نور، صورت نور داره یا نداره، این یک بحث جداگانه هست. حضرت داود آدم بود، با پای آدمیزاد 40 روز راه میرفت، اینو من کنار گذاشتم. حتی یک مورچه رو ما حساب بکنیم که با پای مورچه برن، مورچه تقریبا در 1 ساعت حدود 300 متر میره. مورچه در 1 ساعت 300 متر میره. یعنی اگر در یک روز حساب بکنیم حداقل مورچه هم که بخواد راه بره 3-4 کیلومتر راه میره. الان ما 3-4 کیلومترش رو ویل میکنیم، حداقل 2-3 ساعت اگر مورچه راه بره در روز میرسه به 1 کیلومتر. الان اینا 40 روز که رفته بودن، اگر روز 1 کیلومتر رفته باشن، با پای مورچه حرکت کرده باشن، میشود 40 کیلومتر. یعنی این که 40 کیلومتر حضرت جبرئیل علیه السلام داود رو در واقع برد زیر آب، در صورتی که عمق دریای در واقع یعنی میانش حدود 490 متره، متوسط عمقش 490 متره و عمیق‌ترین جایش تقریبا حدود 2200 متر. از این عمیق‌تر در واقع نداریم. اما این کسی که روایت رو در واقع جعل کرده این جمله رو در واقع نمیدونسته، یا اینکه فکر میکرده که انسان به جای نمیرسه که یک روزی بتونه که عمق دریاها رو در واقع بره. حتی عمیق‌ترین جایی که در اقیانوس آرام هم هست تقریبا حدود 11000 متر است. عمیق‌ترین گودال دنیا 11000 متر در واقع بیشتر نیست. اما بنابر این روایت آقای کلینی حداقل با پای مورچه برن میشود 40 کیلومتر باید این عمقش باشه که نمیدونم این از کجا آورده. خب دیگه شما گیر ندید، بیچاره نفسش نمیکشیده که بره اون پایین اندازه بگیره. در اون موقع من دیگه این وسایل غواصی هم نبوده. یک سری روایاتی هست که در اینجا من مترددم که نمیدونم بگم این روایات رو یا روایات رو بگذارم برای بعد، یا اینکه به هر صورت روایتی هست که باید گفته بشه. بعدی نداریم دیگه، تموم میشه این. بعدم که نداریم پس باید بگم این روایت رو. یک تعدادی رو میگه، همه رو نمیشه گفت در جلوی یعنی انظار عمومی. یک روایتی متاسفانه در کتاب کافی وجود داره، خصوصا در بخش فروعش، که از یک انسان عاقل و در واقع فرخیخته دور هست. یعنی معلوم می شود اون کسانی که این روایت رو جعل کردن به هیچ عنوان اینها گفته و فرموده ائمه اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست، بلکه ساخته و پرداخته ذهنهای بیمار و در واقع شهوت زده ای هست که این چنین روایات رو آوردن و جعل کردن. در باب فضل، در باب ما یستدل به من المرأة علی المحمده، که چی چیزی در زنها جای تأمل داره و به هر صورت یک کمالی برای زن حساب میشه. و در روایت هم اومده که شما در واقع این سعی بکنید که این مورد رو فراهم بکنید. در این کتاب در جلد 5 کتاب اصول کافی هست، عرض کردم باب 891، باب ما یستدل به من المرأة علی المحمده. در اینجا روایت اول میگه ان ابی الحسن، روایت از ابی الحسن هست، امام موسی کاظم میگه که قال سمعت یقول، عبدالله ابن مغیره میگه که ایشان فرمودند علیکم بذوات الاوراق فانهن انجب، شما با زنهایی در واقع ازدواج بکنید که باسنشون بزرگ باشه، پشتشون برآمده باشه، با اونا در واقع ازدواج بکنید. و از خدا لعنت بکنه کسانی رو که چنین روایتی رو جعل کردن به نام ائمه اهل بیت، تا اینکه ائمه رو بد بکنند و به صورت کلی اسلام رو در واقع بد بکنند. و روایت دیگری رو جعل کردن از امام ابو عبدالله، اینو گفته قال امیر المؤمنین، امام امیر المؤمنین سیدنا علی رضی الله تعالی اینو گفتن تزوجوا سمراء عیناء عجزاء مربوعه فان کرهتها فعلی مهرها، با زنانی ازدواج بکنید که گندمگون باشند و چشم بزرگی داشته باشند، پشتشون برآمده باشه، چارشانه باشند، اگر خوشتون نیومد و نپسندیدید مهرش و پولش رو من میدم.
الان این حتی نمیتونه حرف یک فرد بازاری باشه، چه برسه این که به فرد این امام چون این حرفی رو در واقع زده باشه. و این روایت رو یک روایت دیگری وجود داره در بخش دیگری از کتاب فروع کافی که این دو تا روایت رو در کنار هم در واقع من بگذارم. در روایت اول این نقل کرده بودند از امام ابوالحسن که گفته بود زنایی رو ازدواج بکنید که با اون وصفی که آورده بود پشتشون برآمده باشه. در این کتاب در جلد ششم کتاب اصول کافی در کتاب العقیقه هست و در اینجا روایتی آورده به این صورت از روایت از حسن ابن علی هست قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اطعموا حبالاکم اللبان، به زنان خودتون لبان بدید. لبان یعنی همون ساجق یا کندر، ادمس در واقع کوهی که از شیره درخت گرفته میشه، اینو به زنانی که باردار هستند اینو به زنانتون بدید. فإن الصبي اذا غذي في بطن امه باللبان اشتد قلبه و زید في عقله. اگر اینو زمانی که زن حامله هست اگر این رو بخوره عقل بچهش در واقع زیاد میشه و قلبش محکم میشه و زید في عقله، عقلش بیشتر میشود. فإن يكن ذكرا كان شجاعا، اگر پسر باشه شجاع میشه. اگر پسر باشه مادرش در دوران بارداری لبان بخوره این پسر یک در واقع شجاع میشه. و این ولدت انثى عظمت عجیزتها فتحظى بذلك عند زوجها. اگر زن باشه پشتش برآمده میشه، باسنش بزرگ میشه و شوهرش ازش خوش میاد و نهایتا میشه خوشبخت میشه. و این در روایت بعدی هم اومده و این تکن میگه که قال اطعموا حبالاکم ذکر اللبان فان یکن فی بطنها غلام خرج ذکی القلب عالما شجاعا. اگر پسر به دنیا بیاد انسان عاقلی میشه، ذکی القلب عالما و شجاع میشه. اگر دختر باشه و این تکو جاریتا حسن خلقها و خلقها و خلقها، هم اخلاقش زیبا میشه و هم خلقش، و عظمت عجیزتها و حزیت عند زوجها. الان سوال این هست که دارویی که دادن همین یکی هست، الان لبان خورده زن، الان چه تفاوتی داره که مرد باشه، پسر باشه یا دختر باشه؟ اگر قراره که لبان عقل رو اضافه بکنه خب عقل دختر و پسر هر دوتا باید اضافه بشه. اگر قراره که باسن رو بزرگ بکنه خب مال پسر و دختر هر دوتا باید یکی باشه. اما این فقط میتونه از ذهن بیمار یک راوی شیعه ضد اسلام میتونه چون این حرفی در واقع زده باشه. الان در واقع من حرفی رو ندارم با استادان همون کسی که مثل خمینی که به اصطلاح لذت بردن از طفل شیرخوار رو هم جایز میدونه. واقعا در واقع عوام شیعه در واقع این روایت رو نمیدونند، حداقل نمیدونم علمای شیعه، مراجع شیعه به این روایت عمل کردند، عمل میکنند، عمل نمیکنند، دخترانشون چگونه هستند، والله اعلم. و این چیزی هست که فقط علمای شیعه در واقع اینو میدونند و عوام رو نمیشه که مختصر بدونیم که عمل میکنند یا عمل نمیکنند. این آقای قزوینی شاید بتونه تو شبکه ولایت به نمایش بگذاره برای بینندگان، بیارند اینو در واقع معرفی بکنن. حرف ما این است که این راویان دروغ بستند به ائمه اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم. جریان این روایات دروغین و تکلیفشون رو برای مردم روشن بکنن، مردم فریب ندن. و متاسفانه غیر از این روایات خیلی زیادی در اینجا هست که دیگه همون صرف نظر بکنیم بهتر از بعدشون. و متاسفانه وقاحت رو به جایی رسوندند که حتی به مقام رسول الله صلی الله علیه و سلم هم جسارت کردند که واقعا یعنی اگر دشمنان اسلام بخوان جسارت بکنند به رسول الله صلی الله علیه و سلم از این فراتر نمیتونن جسارتی رو بکنن. در همین باب در صفحه بعدیش روایت بعدی هست عدت من اصحابنا ان احمد ابن ابی عبدالله ان بعض اصحابنا، که اینا در واقع راویانی هستند که ثقه هستند. عدت من اصحابنا که آقایون قبولش دارن، احمد ابن ابی عبدالله که همون برقی هست که قبولش دارن، ان بعض اصحابنا رفع الحدیث قال کان النبی صلی الله علیه و سلم اذا اراد تزویج امرأة بعث من ينظر الیها. وقتی که رسول الله میخواست زنی رو ازدواج بکنه یک فردی رو میفرستاد و بهشون سفارش میکرد که شمی لیتها فان طاب لیتها طاب عرفها، گردنش رو بو بکن، نمیدونم اگر گردنش خوشبو باشه کل بدنش خوشبو هست. و نزوری کعبها فان درم کعبها عظم کعثبها، که نگاه کن پاشنه پاش اگر پشت گوش باشه لابد میان پایش هم پشت گوش هست. و استغفر الله، پروردگار من معذرت میخوام و طلب مغفرت میکنم. نقل کفر در واقع کفر نیست.
اما فقط میخوام که یعنی بینندگان عزیز بدونند که چه جسارتی به نام اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم کردند. خدا لعنت بکنه کسانی که چنین روایاتی رو جعل کردند. یا حتی در روایت بعدی هم از حضرت امام ابو عبدالله امام جعفر صادق رو میگه که امام جعفر صادق فرمودند که انی جربت جواری بیضاء و ادما، من کنیزکای زیادی رو سفید و سیاهش رو من تجربه کردم، فکان بینهن بونن، با هم دیگه خیلی تفاوت دارن. این میتونه حرف یک امام باشه، امام معصوم؟ این گونه اصلا مثلا ما بگیم همین الان مثلا ابوالقاسمی و یزدانی و قزوینی و مکارم شیرازی و سیستانی و خامنه اینا بخوان یه دختری رو خواستگاری بکنن، مثلا سردار فیروزآبادی یا یکی از این گنده‌های سپاه رو میفرستن که این کار رو با این دختر بکنه، راضی میشن برای خودشون این کار رو؟ قطعا عرض کردم که ما اگر اینو برای خودشون راضی نمیشن که نباید به رسول الله صلی الله علیه و سلم این تهمت رو ببندن. روایت بعدی جالب، اینجا باب نادریم در اینجا آورده که و گفته روایت از ابی عبدالله هست که المرأة الجمیلة تقطع البلغم، که زن خوشگل و زیبا بلغم از بین میبره. نمیدونم این و روایت خیلی زیادی هست متاسفانه در اینجا که من اکسپکتورانت خوش کننده آنتی بیوتیک چی هست نمیدونم. به هر صورت در باب خود در مورد زنان، بابی رو که در مورد صفات زنان آورده، واقعا یک چیز افتضاحی هست که موارد زیادی هستن من در اینجا یادداشت کردم، اما ترجیح میدم که این روایت رو نخونم خدمت بینندگان عزیز و خودشون هر کسی میخواد برند مطالعه بکنن در باب فی تعذیب النساء مثلا و ابواب دیگری که در این کتاب اومده. منتها روایت دیگری باز هم وجود داره که فقط میتونه که نشانگر در واقع ذهن بیمار آخوندهای شهوت پرست باشه. من جمله جسارتایی رو که به ائمه کردن، یکی این است که گفتند که ائمه شیعه دچار ضعف جنسی بودند و دائم دارو استفاده میکردن برای رفع این مشکل خودشون. الان معلوم میشه اون آخوند یا راوی که اینو جعل کرده خودش این مشکل رو نمیدونم داشته و میخواسته راهکاری رو از زبان ائمه در بیاره. به چه صورت؟ حالت اون موقع که ویاگرا کشف نشده بود چیکار میکردن؟ دیگه یک گرای کشف شده بود حتما، دیگه نمیدونم چی هست دیگه. در اینجا باب و دهن زنبق هست که در واقع روایت میکنن در اینجا. محمد ابن یحیی از احمد ابن محمد ابن عیسی از عباس ابن معروف از یعقوبی از عیسی ابن عبدالله این روایت میکند از علی ابن جعفر قال کان ابو الحسن موسی یستعد به ساکن خوبش بخونم من این اولین باره که اینجا بشلیثا یستعد بالشلیثا و بالذنبق الشدید الحر خسفیه، که امام موسی کاظم شلیثا بالا می زدند، یعنی با بینی خودشون مثل پودر که مثل نخودی که برریا در صورت اینو در واقع بو می کشیدند، اینو بالا می زدند و همچنین زنبق را که یک نوع پودر هست و گلی هست یا من روغنی هست که در واقع از راه بینی استفاده می‌کردند. و کان رضا ایضا یستعد به، امام رضا هم این کار رو انجام میداد، هم موسی کاظم و هم امام رضا فین ایضا یستعد به. فقلت لعلی ابن جعفر، من به علی ابن جعفر گفتند که علتش چیه، چرا امامان این کار رو انجام میدادند؟ فقال علی ذکرت ذلك لبعض المتطببین، بعضی از طبیبان من سوال کردن، فذكر انه جید للجماع، گفتند که این خاصیتش این است که در واقع ضعف جنسی رو از بین میبره. و مورد دیگری که واقعا وقتی که من اینو دیروز روز جمعه اینو مطالعه میکردم، این کتاب رو اینو مطالعه کردم، 1 ساعت نشستم با خودم خندیدم تنها این مورد رو. و این مورد در باب در فروع کافی جلد 6 هست و باب التفرس فی الغلام و ما یستدل به علی نجابته. عنوان خیلی جالبی هست که از کجا ما پسر خوب و بد رو از همدیگر میتونیم تشخیص بدیم، که تفرس داشته باشیم که این پسر خوبی هست یا بدی هست. روایت رو میخونیم از زبان خود امیرالمومنین، اینو بشنویم. محمد ابن یحیی
از احمد ابن محمد و علی ابن ابراهیم عن ابیه جمیعا. جالب این است که این روایت رو سندش هم افراد خیلی گنده‌ای هستن. محمد ابن یحیی هست که حدود 5000 روایت در کافی داره. از احمد ابن محمد ابن عیسی هست که سخه میدونن اون رو. علی ابن ابراهیم قمی که از این بالاتر وجود نداره. از پدرش که این سند هست. از ابن محبوب کنم در واقع سخه هست. خاصه افراد بسیار بزرگی رو در این سند هست. از ابی عبدالله جمیل ابن دراج روایت میکند از ابو عبدالله قال کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول، امام علی امیر المؤمنین ایشون میفرمودند که اذا کان الغلام ملتاث الادرة صغیر الذکر ساکن النظر فهو ممن یرجى خیره و یؤمن شره. اگر بچه، نمیدونم اینو چی ترجمهش بکنم، اگر بچه خوسیهش در واقع نرم باشه و آلتش کوتاه باشه، این نشانه این است که بچه خوبی هست، پسر خوبی هست. فهو ممن یرجى خیره، امید خیر این رو داشته باشید و از شرش هم خیالتون راحت باشه. و اذا کان الغلام شدید الادرة، اما اگر خوسیش بزرگ باشه یا سفت باشه، کبیر الذکر، آلتش هم بزرگ باشه، حاد نظرش نگاهش تیز باشه، فهو ممن لا یرجى خیره و یؤمن شره، این کسی هست که نه از این خیری برمیاد و نه از شرش هم نمیتونی در امان باشید. الان من موندم که واقعا امام علی امیرالمومنین چنین حرفی رو میزنند. اگر چنین حرفی رو زده باشند دیگه از بقیه، از کلینی و بقیه امثالش دیگه چه انتظاری رو داشته باشیم. یا موارد دیگری که در اینجا واقعا زیاد هست. من حالا کی میخواد پسر خوب باشه، کی میخواد الان من موندم که الان اون جریانی که علامت دختر خوب و دختر بد اونش بمانه دیگه. اون روایت رو باید دیگه نمیدونم خودش در اون هم هست قطعا باید باشه. وقتی که علی رضی الله عنه تنها علامت پسر خوب و بد رو معرفی نکرده، قطعا دختر خوب و بد رو باید معرفی بکنه. اما در صورت من واقعا عذر میخوام از تمام بینندگان عزیز که در طول این مدت این کتاب رو ما مجبور بودیم برای اینکه حجم در واقع دشمنی اینها رو با اهل بیت و با رسول الله صلی الله علیه و سلم و اساساً با اسلام معرفی بکنیم، برای شما ثابت بکنیم که هیچ گونه حجتی وجود نداره، دلیلی برای امامت وجود نداره و تمام راویان دروغونی هستند که به این گونه هم به رسول الله صلی الله علیه و سلم اتهام زدن، هم به ائمه اهل بیت اتهام زدن. موارد بسیار زیادی هست، واقعا این ده ها مورد هست از این قبیل که من یادداشت کردم و فقط به عنوان نمونه این موارد رو خدمت بینندگان عزیز عرض کردم. و از عموم شیعه، علمای شیعه، طلاب شیعه، دانشجویان شیعه من واقعا تقاضا میکنم برای اینکه مذهب خودشون رو بشناسن، برای اینکه مطمئن باشند که این مذهب نمیتونه یک مذهب اسلامی باشه، این اقوال نمیتونه اقوال ائمه باشه، برن سری بزنن به کتاب اصول کافی، فروع کافی و کتاب روزش رو مطالعه بکنن تا اینکه با واقعیت و حقیقت این مذهبی که چیزی رو جز شهوت در واقع نمیدونستند برن مطالعه بکنن تا اینکه حقیقت این راویان و این کسانی که این روایات را جعل کردند و نقل کردند و جمع‌آوری کردند با اونها در واقع آشنا باشند. من مغفرت میطلبم و عذر میخوام از الله متعال و امیدوار هستم که نقل کفر نباشه و خودم هم آزرده هستم از این که وقتم را تلف کردم و این کتاب رو مطالعه کردم، اما شاید این سبب شده باشه برای این که بسیاری از برادران و خواهران شیعه ما بیدار شده باشند و حقیقت برایشون در واقع واضح باشه. این فقط توجیهی است که من برای کار خودم دارم و گرنه به هیچ عنوان این رو جایز نمیدونستم که چنین کتابی رو مطالعه بکنم یا با چنین روایات مزخرف و جعلی بیام روح روان خودم را و بینندگان عزیز را بیازارم. به هر صورت از شما تمامی بینندگان عزیز من عذر میخوام، امیدوار هستم که به بزرگواری خودتون ما را معاف بفرمایید. جزاکم الله خیر. بینندگان عزیز گرامی، ما میتونستیم در 2.5 سال گذشته همین روایت های کتاب کافی رو بیاریم و اینجا بخندیم و مسخره بکنیم دین و مذهب شما رو. میتونستیم در این 2.5 سال همین روایت هایی که واقعا شرم آوره اینا رو بیاریم، توهین ها و اهانت هایی که به علی و فاطمه و حسن و حسین و اهل بیت پیامبر علیهم السلام شده رو بیاریم اینجا بخونیم و بخندیم. اما موضوع مهمی رو که در این دین موضوع امامت هست، اصل و اساس دین شیعیان رافضی است، این رو انتخاب کردیم و بحث علمی کردیم، تک تک روایت ها رو آوردیم و راویانش رو بررسی کردیم، متن روایت ها رو بررسی کردیم، تناقضات و تضادهایی رو که با قرآن کریم و با عقل سالم داشت بررسی کردیم تا شما عزیزان
کمی تفکر بکنید، تعقل بکنید و فکر بکنید که شاید امکان داشته باشه که این دروغی که به نام امامت درست کردن و امروز به خاطر ثابت کردن اون هر دروغ دیگری رو به این دین چسباندن و امامت را اصل قرار دادن، همه کائنات رو حتی ذات اقدس الهی رو زیر سوال بردن به خاطر اثبات کردن این امامت وهمی که عبدالله ابن سبع یهودی ایجاد کرد در دین مبین اسلام. ما اومدیم این موضوع امامت رو در کتاب کافی بررسی کردیم و الا از این روایت هایی که به قول حضرت مولانا مش نمونه خروار بود به وفور پیدا میشه در کتاب ها اینا، خاصتا در کتاب کافی. میتونستیم این روایت ها رو بیاریم در هر برنامه یکی دو تا رو بخونیم و دین شما رو، مذهبتون رو، اعتقاداتتون رو به باد مسخره بگیریم. اما بحث علمی بود قضیه امامت و ما ثابت کردیم که در صحیح ترین کتابتون هیچ دلیلی برای اثبات امامت 12 امامتون ندارید و روایت هم که از پر از دروغ و تلبیس و خیانت و تناقض است. و این قضیه کتاب های دیگرتون هم فکر نکنم که وضعش بهتر از کتاب کافی باشه، چون این کتاب صحیح ترین کتاب، معتبرترین کتابتون هست و انشاءالله با جناب حضرت مولانا امیدوار هستم که الله سبحانه و تعالی این توفیق رو نصیب بکنه که بتونیم در برنامه دیگری با موضوع دیگری در خدمت شما عزیزان باشیم از اول محرم سال آینده بعد از حج، یعنی تقریبا حدود 1.5 ماه بعد به اذن الله تعالی. جناب حضرت مولانا اگر سخن پایانی دارید. فقط امیدوار هستم که انشالله کسانی که دنبال حق و حقیقت هستند بدون تعصب، اونگونه که ما مطالب را بررسی می‌کردیم بدون جانبداری، بدون تعصب، بدون پنهانکاری و بدون قطع و برید و بدون هیچ گونه ابهامی، ما روایت را برای شما واضح و آشکار خدمت شما بیان کردیم. اگر واقعا دفاعی دارند این دفاعی را باید علمای شیعه انجام بدن و اگر دفاعی نیست باید این حق و حقیقت را هم علمای شیعه بپذیرند و هم عوام شیعه. و امیدوار هستم که تمامی ما شیعه و سنی انشالله به حق و حقیقت بازگردند و اسلام ناب را آنگونه که در زمان رسول الله و صحابه و ائمه بزرگوار بوده اونگونه ببینند، بشناسند و بر همان دین و آیین رسول الله صلی الله علیه و سلم عامل باشند که قطعا این سبب رستگاری و کامیابی هست و هر گونه بدعت و خرافات و روایات مزخرفی که از این قبیل هست اینها را باید دور بریزیم، وگرنه در فردای قیامت در پیشگاه الله متعال خصوصا علما مسئول خواهند بود که حق و حقیقت را برای مردم در واقع بیان نکردند و سبب گمراهی مردم شدند. امیدوار هستم که الله متعال انشاءالله تمام ما را و شما را به آنچه خودش میپسندد انشاءالله هدایت بگرداند. جزاکم الله خیر. تشکر میکنم از تک تک شما عزیزان که تا این برنامه و تا این لحظه با ما همراه بودید. دعا بکنید که الله سبحانه و تعالی توفیق بده که انشاءالله بتونیم در برنامه جدید دیگری و بررسی در مورد قضیه امامت و دیگر اعتقادات باطل مذهب رافضه اثناعشری انشاءالله در خدمت شما عزیزان باشیم از اول محرم سال آینده. امیدوارم که الله سبحانه و تعالی به من، به شما، به تک تک بینندگان عزیزمون توفیق پیروی از قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را نصیب بکنه. الله یار و نگهدارتان باد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جزاکم الله خیر.